اگر بالای 60 سال دارید، احتمالاً متوجه شده اید که شب‌هایتان به شکلی تغییر کرده که نمی‌توانید دقیقاً توضیحش دهید. خواب سبکتر، کوتاه‌تر و شکستنش راحت‌تر می‌شود. خوابتان می‌برد اما در خواب نمی‌مانید و وقتی صبح فرا می‌رسد، خستگی همچنان باقی است. سنگینی سر، کندی بدن و حسی که می‌گوید استراحت آن کاری را که قبلاً می‌کرد دیگر انجام نمی‌دهد. من هر روز این الگو را می‌بینم. در طی سال‌هایی که با بزرگسالان مسن کار کردم، کمک کردم تا دوباره خواب عمیق و پایداری را تجربه کنند، خوابی که تصور می‌کنند برای همیشه از دست دادند. و چیزی که در این مسیر یاد گرفتم ساده است. خواب شما از بین نرفته، بلکه سیگنال‌های بدنتان ضعیف شدند. در اینجا بخشی وجود دارد که اکثر مردم هرگز انتظارش را ندارند. یک ماده بسیار معمولی که تقریباً در هر آشپزخانه‌ای پیدا می شود، یعنی سیر، می تواند به بازگرداندن اون سیگنال‌ها کمک کند. نه به عنوان یک خرافه، نه به عنوان یک کلمه عامیانه، بلکه به عنوان یک نشانه بیولوژیکی واقعی که سیستم عصبی را آرام می کند. شیمی شبانه را تثبیت می کند و به مغز کمک می کند تا آنقدر احساس امنیت کند که در خواب بماند. و امشب من قرار است 4 روش استفاده از سیر را به شما نشان دهم که 4 مکانیسم کاملا متفاوت خواب را هدف قرار می دهند. و روش نهایی همان روشی است که به طور مداوم بیشترین تغییر را در بیماران بالای 60 سال من ایجاد می کند. اگر دوباره به دنبال شب‌های عمیق‌تر و پایدارتر هستید، تا پایان با من همراه باشید. و قبل از ادامه لایک کنید، این ویدیو را به اشتراک بگذارید. در کامنت بنویسید که معمولاً چه زمانی از شب بیدار می شوید و سابسکرایب کنید تا هرگز ابزارهای خوابی را که می توانند امشب، فردا و در سالهای پیش رو به شما کمک کنند از دست ندهید. وقتی سن شما 60 ساله است، سیستم عصبی مثل گذشته خاموش نمی شود. ضربان قلب زمان بیشتری می برد تا آرام شود. تنفس به جای عمیق بودن سطحی به نظر می رسد و مغز نسبت به صداهای داخلی حساس‌تر می شود. همان سیگنال های کوچکی که بدنهای جوانتر نادیده می گیرند. به همین دلیل است که یک تغییر کوچک در فشار، گوارش یا دما می تواند شما را ساعت 2 یا 3 صبح بیدار کند. اینجاست که سیر به طرز شگفت‌آوری مرتبط می شود. وقتی سیر له یا گرم می شود، آلیسین و ترکیبات مبتنی بر گوگرد آزاد می کند که به آرام کردن سیستم سمپاتیک کمک می کنند. همون بخشی از اعصاب شما که در طول روز شما را هوشیار نگه می دارد. آنها شما را بیهوش نمی کنند، بلکه به سادگی آن فعالیت‌های پس‌زمینه را که باعث شکنندگی خواب در افراد مسن می شود از بین می برند. در عین حال این ترکیبات از مسیری حمایت می کنند که سروتونین را به ملاتونین تبدیل می کند و کمک می کنند شب شما به جای اینکه به قطعات کوتاه تقسیم شود یک پارچه بماند. و چیزی که این موضوع را بسیار جالب می کند این است که سیر برای هزاران سال در طب یونانی، تونیک‌های مصری، آیورویدای هندی و درمان‌های سنتی آسیایی استفاده شده است. نه فقط به عنوان غذا، بلکه به عنوان چیزی که مخصوصاً قبل از استراحت استفاده می‌شد. و اکنون بیولوژی مدرن بالاخره توضیح می‌دهد که چرا اون سنت‌ها مدام به سراغ آن می‌رفتند. شما به مقادیر زیاد نیاز ندارید، شما فقط به روش درست در زمان درست نیاز دارید. حالا که متوجه شدید سیر واقعاً در داخل بدن چه می‌کند، می‌توانیم به 4 روش نگاه کنیم. هر کدام برای حمایت از بخش متفاوتی از سیستم خواب که با افزایش سن ضعیف می شود طراحی شدند و هر کدام قادرند شبهای شما را به روش خاص خود تغییر دهند. شماره 4: سیر زیر بالش. این اولین روش مردم را غافلگیر می کند چون بیش از حد ساده به نظر می رسد که بخواهد مهم باشد. با این حال برای بسیاری از بزرگسالان مسن به یک دلیل بیولوژیکی خاص کار می کند. این کار به سیستم عصبی یک نشانه خواب می دهد. یک سیگنال ملایم و مداوم که به بدن کمک می کند از حالت آماده باش خارج شود. بعد از 60 سالگی مغز نسبت به نویزهای داخلی واکنش پذیرتر می شود. تغییرات کوچک در تنفس، دما یا گوارش می تواند سیستم عصبی سمپاتیک را زمانی که باید ساکت باشد کمی فعال نگه دارد.
خواب سبک، شکننده و قطع شدنش آسان می شود. کاری که رایحه ملایم سیر انجام می دهد به طرز شگفت‌آوری کاربردی است. نه مرموز و نه نمادین. این یک لنگر حسی است. ترکیبات آزاد شده از یک حبه پوستکنده که عمدتاً مواد فرار گوگردی هستند، یک محرک بویایی سطح پایین ایجاد می کنند که مغز آن را آشنا و ایمن می خواند. اون نشانه ایمن سیستم پاراسمپاتیک را به جلو می‌راند، سیستمی که مسئول کاهش ضربان قلب، شل کردن عضلات قفسه سینه و آرام کردن ذهن برای ورود به مراحل اولیه خواب است. اون را به عنوان کاهش تنش پس زمینه‌ای در نظر بگیرید که افراد مسن اغلب با خود به شب میبرند. این اثر قوی نیست، اما نیازی هم نیست که باشد. برای فردی بالای 60 سال حتی یک تغییر کوچک در لحن عصبی میتواند تفاوت بین یک ساعت قلط زدن و به آرامی به خواب رفتن باشد. همچنین یک مؤلفه رفتاری وجود دارد. مغز شما ورودی‌های حسی تکراری را با حالت‌های پیشرو پیوند می‌دهد. وقتی شب به شب از همان رایحه ملایم در زمان خواب استفاده می‌کنید، این به یک نشانه شرطی تبدیل می‌شود. یادآوری که روز در حال پایان است. این شرطی سازی به ویژه برای سالمندانی که احساس می‌کنند شب‌هایشان غیر قابل پیش‌بینی یا نامنظم شده ارزشمند است. بگذارید مثالی برایتان بزنم. هلن 72 ساله با بیخوابی دست و پنجه نرم نمی کرد. او با ورود به خواب مشکل داشت. او به من گفت بدنم خسته است اما دیگر نمی‌داند چگونه شب را شروع کند. نه استرس دارم نه افکار مزاحم، فقط سیستم عصبیم طبق برنامه خاموش نمی شود. ما از روش سیر زیر بالش استفاده کردیم، نه به عنوان یک مسکن بلکه به عنوان یک نشانه شبانه. در عرض یک هفته او متوجه شد که 10 تا 15 دقیقه زودتر به خواب می رود و شروعهای کاذبه کمتری دارد. زمانی که گیج خواب می شوید ناگهان می پرید و دوباره گیج خواب می شوید. این دقیقاً همان چیزی است که این روش برایش طراحی شده. سالمندانی که با انتقال به مرحله خواب مشکل دارند، روش صحیح انجام آن به این صورت است: یک حبه سیر بردارید، پوستش را بگیرید چون عطر از سطح در معرض هوا خارج می شود و آن را داخل روبالشی خود نزدیک گوشه بالایی قرار دهید تا مزاحم راحتی شما نشود. آن را له نکنید، آن را نبرید. شما سعی ندارید بوی تندی آزاد کنید. هدف شما یک سیگنال نرم و مداوم است. حبه را هر شب یا هر 2 شب یک بار، بسته به اینکه چقدر سریع خشک می شود، عوض کنید. این روش برای بزرگسالانی که هنگام خواب از نظر ذهنی هوشیار هستند یا کسانی که تنش ملایمی در قفسه سینه هنگام تلاش برای خوابیدن حس می کنند، بهترین کاربرد را دارد. اینها نشانه‌های کلاسیک سیستم سمپاتیکی هستند که کاملا خاموش نشده است. چند هشدار: اگر به بوها بسیار حساس هستید، با نصف حبه شروع کنید یا آن را دورتر از صورتتان قرار دهید. اگر رایحه تند یا آزاردهنده به نظر می رسد، یعنی زیاد استفاده کرده اید. این روش به ظرافت متکی است، نه شدت. چرا این روش شماره 4 است؟ چون شیمی خواب را ترمیم نمی کند یا مراحل عمیق را تثبیت نمی کند. این یک روش مبتنی بر نشانه است، راهی برای کمک به بدن برای پیدا کردن دوباره خط شروع. این روش سیستم عصبی را آماده می کند و باعث می شود روش‌های بعدی و قوی‌تر، حتی مؤثرتر عمل کنند و هنگامی که سیستم عصبی شما بتواند در شروع شب آرام شود، روش بعدی بر تقویت بخشی از خواب تمرکز می کند که اغلب در افراد مسن زودتر از همه می شکند. شماره 3: سیر رست یا کبابی شده با شام. روش پایداری متابولیک. برای بسیاری از بزرگسالان بالای 60 سال، بزرگترین مشکل خوابیدن نیست، بلکه ماندن در خواب است. اون بیدار شدن‌های بین ساعت 1 تا 3 صبح به صورت تصادفی اتفاق نمی‌افتند. اونها اغلب توسط 2 تغییر بیولوژیکی تحریک می‌شوند که با افزایش سن شکننده‌تر می‌شوند.
افت قند خون شبانه و افزایش التهاب سطح پایین که به مغز سیگنال بیداری می دهد. سیر رس شده کمک می کند چون از هر دوی این مسیرها به شکلی قابل پیش بینی و ملایم حمایت می کند. بیایید با بخش متابولیک شروع کنیم. با افزایش سن، کبد شما در ثابت نگه داشتن گلوکوز در طول شب کم بازدهتر می شود. حتی یک افت کوچک می تواند کورتیزول یعنی هورمون هوشیاری را فعال کند و این تمام چیزی است که برای پراندن شما از خواب در ساعت اولیه صبح لازم است. سیر رس شده اون نوسانات گلوکوز را نرم می کند. این جایگزین دارو نیست بلکه به سادگی به بدن کمک می کند تا منحنی سوخت خود را صافتر نگه دارد تا مغز شما هشدار شبانه را فعال نکند. لایه دوم التهاب است. اکثر افراد مسن سطحی از میکرو التهاب را با خود دارند که نمی توانید آن را ببینید یا حس کنید، اما تنش فیزیولوژیکی ایجاد می کند. ضربان قلب شما کمی بالاتر می ماند، اعصاب شما کمی واکنش پذیرتر می ماند و چرخه های خواب شما راحت تر قطع می شوند. رست کردن سیر شیمی آن را تغییر می دهد. ترکیبات تند سیر خام ملایم‌تر می‌شوند و اجزای التهابی آن زیست دسترس پذیرتر می‌گردند. این باعث می‌شود سیر رس شده برای استفاده در عصر ایدئال باشد. آرام می‌کند اما تحریک نمی‌کند. از گوارش حمایت می‌کند اما باعث سوزش نمی‌شود. من زمانی با ادوین 65 سال کار می‌کردم که به من گفت من برای خواب رفتن مشکلی ندارم، برای ماندن در خواب مشکل دارم. او بیدار شدن در تقریباً یک زمان مشخص در شب را توصیف می‌کرد. ذهنی هوشیار، بدنی بیقرار و خوابی که به تکه‌های مختلف تقسیم شده بود. ما 1 تا 2 حبه سیر رس شده را به شام او اضافه کردیم. نه خام نه مکمل، فقط سیر نرم شده که در غذایش مخلوط شده بود. در عرض 1 هفته اون بیداری‌های زود هنگام صبحگاهی شروع به تغییر کردند. هیچ چیز دراماتیکی نبود، فقط دوره‌های طولانی‌تر خواب بدون وقفه و این حس که شب‌هایش دیگر به این راحتی نمی‌شکنند. این دقیقاً همون چیزی است که این روش برای کمک به آن طراحی شده. نیمه شب شکننده، زمانی که افراد مسن در برابر افت‌های متابولیکی و محرک‌های التهابی آسیب‌پذیرتر هستند. روش استفاده ایمن و مؤثر آن به این صورت است: 1 یا 2 حبه سیر بردارید. آنها را تا زمانی که نرم شوند رست کنید. معمولاً 10 تا 15 دقیقه در فر یا تابه با حرارت کم. سیر نرم راحت‌تر هضم می شود و ترکیبات آرام بخش خود را به تدریج آزاد می کند. آن را به شام، سوپ، یک غذای سبزیجاتی اضافه کنید یا به سادگی روی نان گرم بمالید. برای این روش از سیر خام استفاده نکنید. سیر خام تند و تیز است و می تواند معده را تحریک کند، به خصوص در شب که در واقع ممکن است خواب را بدتر کند. این رویکرد اگر بین ساعت 1 تا 3 صبح بیدار می شوید، در ساعات اولیه صبح احساس بیقراری یا گرمای زیاد می کنید، بعد از نیمه شب سبک می خوابید یا متوجه شدید که به ناراحتی گوارشی یا نوسانات انرژی حساس تر هستید، ایدئال است. یک هشدار کوتاه: اگر شام شما خیلی دیر وقت یا سنگین باشد، ممکن است خوابتان همچنان مختل شود. سیر به تنظیم کمک می کند اما نمی تواند بر بار گوارشی بزرگ غلبه کند. برای بهترین نتیجه آن را با یک وعده غذایی متوسط همراه کنید. چرا این روش در اینجا قرار می گیرد؟ چون نیمه شب را تثبیت می کند، جایی که بسیاری از سالمندان بدون اینکه بدانند چرا خوابشان را از دست می دهند. این روش تداوم خواب را تقویت می کند، نویزهای التهابی را ساکت می کند و کمک می کند شب یک پارچه بماند و هنگامی که شبهای شما در ساعات اولیه دیگر تکه تکه نشدند، روش بعدی بر آرام کردن پیوند عصبی گوارشی تمرکز می کند. یکی از نادیده گرفته شده ترین دلایلی که افراد مسن وقتی نباید بیدار می شوند. شماره 2: عصاره گرم سیر و زنجبیل، روش آرامش گوارشی. برای تعداد شگفت‌آوری از افراد مسن، شب به دلیل افکار یا احساسات از هم نمی پاشد، بلکه به دلیل گوارش از هم می پاشد.
یک پری ملایم، کمی گاز یا احساس سفت شدن درست زیر دنده ها. اینها کوچک به نظر می رسند، اما وقتی بالای 60 سال هستید حتی فعالیت های گوارشی ظریف هم می تواند اعصابی را که مستقیما با مغز صحبت می کنند فعال کند. این ارتباط از طریق عصب واگ، مسیر اصلی سیستم پاراسمپاتیک انجام می شود. وقتی روده ناآرام است، عصب واگ ساکت نمی شود و جریانی از سیگنال های سطح پایین میفرستد که مغز را کمی هوشیار نگه می دارد. خوابتان می برد، اما در خواب عمیق فرو نمی روید. نزدیک به سطح می مانید و به راحتی بیدار می شوید، به خصوص در 90 دقیقه اول شب. به همین دلیل است که این عصاره گرم سیر و زنجبیل می تواند به طرز غیر منتظره‌ای مؤثر باشد، نه به این دلیل که شما را بی‌حس می کند، بلکه به این دلیل که مسیری را که معده را به سیستم عصبی پیوند می دهد آرام می کند. حرارت ملایم ترکیباتی را از سیر آزاد می کند که به جای تحریک تسکین می دهند. برخلاف سیر خام که می تواند برای یک دستگاه گوارش مسن خشن باشد، سیر ملایم گرم شده فشار را نرم می کند و ریتم معده را تثبیت می نماید. افراد مسن اغلب دست کم می گیرند که این موضوع چقدر مهم است. وقتی معده آرام می شود، دیافراگم شل می شود و ذهن دیگر بدن را برای پیدا کردن ناراحتی پایش نمی کند. زنجبیل لایه دومی را اضافه می کند، گرمایی که حرکت روده را بدون تحریک بهبود می بخشد. جینجرول و شگاول موجود در آن عضلات صاف را شل می کنند، حباب‌های گاز را کاهش می دهند و آن حس مشغول بودن بدن را که بسیاری از سالمندان نمی توانند توصیف کنند اما به خوبی می شناسند نرم می کنند. سیر و زنجبیل با هم منظره‌ای آرام در داخل بدن ایجاد می کنند، همان منظره‌ای که خواب بالاخره می تواند در آن مستقر شود. یکی از بیماران من، مارجری 69 ساله، چیزی به من گفت که اغلب میشنوم. بحث درد یا استرس نیست، فقط انگار معده‌ام وقتی من میخواهم بخوابم نمیخوابد. شبهای او با ترس یا صدا خراب نمیشد، بلکه با حسی زیر دنده‌هایش که اجازه نمیداد مغزش کنترل را رها کند. ما این عصاره را معرفی کردیم، ساده گرم که حدود 1 ساعت قبل از خواب خورده میشد. در عرض چند روز او یک سکون عمیق‌تر در بدنش را توصیف کرد و خوابش دیگر در بخش اول شب از هم نمی‌پاشید. روش درست کردن آن به شکلی که بدن بتواند استفاده کند این است: 1/4 یک حبه سیر و 1 یا 2 برش نازک زنجبیل تازه را به مدت حدود 3 دقیقه در آب به آرامی بجوشانید. جوشیدن شدید نباشد، ادویه تند نزنید، فقط گرمای کافی برای آزاد کردن ترکیبات آرام بخش بدون سنگین کردن یا تحریک کننده کردن نوشیدنی. زمانبندی همه چیز است. اگر خیلی نزدیک به زمان خواب مصرف شود، معده ممکن است هنوز در حال پردازش باشد. اگر خیلی زود مصرف شود، اثر آن قبل از اولین چرخه خواب از بین می رود. اما اون پنجره 45 تا 60 دقیقه‌ای کمک می‌کند تا سیستم گوارش دقیقاً همان زمانی که مغز فرود خود را به ریتم‌های عمیق‌تر شروع می‌کند مستقر شود. این روش برای افرادی که شب‌هایشان زود از هم می‌پاشد، کسانی که خوابشان می‌برد اما بیدار می‌شوند بهترین جواب را می‌دهد. افرادی که متوجه می‌شوند دراز کشیدن باعث سفت شدن قفسه سینه‌شان می‌شود یا حس می‌کنند معده‌شان هنوز در حال کار است، اغلب سریع‌ترین واکنش را نشان می‌دهند، چون به محض اینکه روده ساکت شود، واگ ساکت می‌شود و ذهن بالاخره رها می‌کند. این روش در اینجا قرار دارد چون از ورود به خواب و پایداری شب حمایت می کند، پایه‌ای برای لایه‌های عمیق‌تر خواب که در ادامه می‌آیند و وقتی بدن بتواند راحت‌تر به دل شب بلغزد، روش نهایی بر خود شیمی خواب تمرکز می کند. بخشی از خواب که مسئول عمق، ترمیم و استراحت طولانی و بدون وقفه است. شماره 1، سیر سیاه، روش ترمیم عصبی شیمیایی. سیر سیاه به این دلیل رتبه اول را دارد از شیمی اصلی که خواب عمیق به آن وابسته است حمایت می کند، همان شیمی که بعد از 60 سالگی بیش از هر چیز تضعیف می شود. مهم نیست چقدر سالم باشید، وقتی سیر برای هفته ها به آرامی تخمیر می شود، اتفاق فوق العاده می افتد. لبه های تند و تیزش از بین می رود و ظرافت آنتی اکسیدانیش به شدت افزایش می یابد. در این حال ترکیباتی که یک سیستم گوارشی مسن را تحریک
تاریک می‌کنند به ترکیباتی تبدیل می‌شوند که بدن می‌تواند به راحتی و بدون فشار جذب کند. برای خواب این موضوع بیش از آنچه مردم تصور می‌کنند اهمیت دارد. خواب عمیق به دو مسیری وابسته است که پیری تمایل به تخریب آنها دارد: پایداری سروتونین و کنترل ضد التهابی شبانه. اگر سروتونین ناپایدار باشد، ملاتونین نامنظم می شود. اگر التهاب در شب بالا برود، مغز پیش از موعد از مراحل عمیق خواب خارج می شود. سیر سیاه از هر دو به شکلی ملایم، مداوم و قابل پیش بینی حمایت می کند. ترکیبات تخمیر شده اون به تقویت سطح سروتونین در طول روز کمک می کنند که باعث تقویت سیگنال های ملاتونین در اواخر شب می شود. این اضافه کردن هورمون از بیرون نیست، بلکه کمک به مغز برای استفاده از چیزی است که خودش می سازد و این همون چیزی است که به افراد مسن طبیعی ترین و پایدارترین بهبود را می دهد، نه بیهوشی، بلکه یک داربست قوی تر برای تداوم خواب. اثر دوم نیز به همان اندازه مهم است. با افزایش سن، التهاب شبانه افزایش می‌یابد، همان نوعی که به شکل درد حس نمی‌کنید، بلکه به شکل بیقراری، خواب سطحی یا بیدار شدن ناگهانی در ساعات اولیه حس می‌شود. سیر سیاه حاوی مولکول‌های آنتی اکسیدانی است که بسیار زیست دسترس‌پذیرتر از سیر خام هستند و اینها به آرام کردن اون نویز داخلی کمک می کنند تا سیستم عصبی به هر نوسانی واکنش نشان ندهد. من بیماری به نام ساموئل 74 ساله داشتم که شبهایش را این گونه توصیف می کرد: از بیرون ساکت، اما از درون پر از صدا. او مضطرب نبود، ناراحت هم نبود، فقط نمی توانست اونقدر در خواب عمیق بماند که احساس بازسازی کند. ما مقادیر کمی سیر سیاه اضافه کردیم، یک حبه در صبح و یکی در شب. در طول 2 هفته بعد خواب او نه تنها طولانی تر بلکه عمیق تر شد. او به من گفت خوابم دوباره سنگین شده مثل قدیما. اون سنگینی که او توصیف کرد بازگشت خواب با امواج آهسته بود، مرحله‌ای که حافظه را ترمیم، خلق و خو را تثبیت و قدرت بدنی را بازسازی می کند. روش صحیح استفاده از آن به این صورت است: چون سیر سیاه به طور طبیعی ملایم است، می توان آن را با غذا یا بدون آن مصرف کرد. 1 تا 2 حبه کوچک در صبح به تثبیت سروتونین در طول روز کمک می کند و 1 حبه دیگر در عصر از انتقال به شیمی شبانه حمایت می کند. شما به بیشتر از این نیاز ندارید. ارزش کار از تداوم می آید، نه از مقدار زیاد. سیر سیاه مانند یک تقویت کننده آرام عمل می کند، پیامی روزانه به مغز و بدن که ریتم‌های شبانه باید حفظ شوند. یک هشدار ملایم: اگر قند خونتان تمایل به پایین آمدن دارد، با مقادیر کمتر شروع کنید. تخمیر سیر را به شکلی تغییر می دهد که هضمش راحت تر شود، اما قندهای طبیعی خاصی را هم افزایش می دهد. اکثر افراد مسن اون را بسیار خوب تحمل می کنند. فقط باید یاد بگیرید که بدنتان چگونه پاسخ می دهد. این روش در صدر قرار دارد، چون فقط به خواب رفتن یا در خواب ماندن کمک نمی کند، بلکه به شما کمک می کند تا معماری را که خواب عمیق به آن متکی است دوباره بسازید. این روش از شیمی تداوم، عمق چرخه‌های امواج آهسته و پایداری کل شب حمایت می کند. وقتی اون سیستم ها شروع به تقویت شدن کنند، شب دیگر تکه تکه نمی شود. خواب تبدیل به چیزی می شود که می توانید دوباره به آن اعتماد کنید و وقتی این اتفاق بیفتد، صبح‌ها متفاوت به نظر می رسند، شفافتر، سبکتر، پایدارتر، به شکلی که به شما یادآوری می کند استراحت واقعی چه حسی داشت. خواب شما ناپدید نشده است، شما را شکست نداده است، بلکه به سادگی، به تدریج و بی صدا توسط سیگنال هایی که دیگر مانند گذشته عمل نمی کنند مختل شده است. و اشتباهی که اکثر مردم بعد از 60 سالگی مرتکب می شوند این است که باور می کنند خواب چیزی است که باید دنبالش بدوید، به جای اینکه چیزی باشد که می توانید آن را به عقب هدایت کنید. طی سالها کار با هزاران فرد مسن، من چیزی ساده اما قدرتمند یاد گرفتم:
بدن به سیگنال ها پاسخ می دهد، نه به زور. وقتی نشانه درست در زمان درست داده شود، یک رایحه آرام بخش، یک متابولیسم عصرانه پایدار، یک عصب واگ ساکت شده یا شیمی شبانه بازسازی شده، بدن به خاطر می آورد که چه کار کند. بدن به کمال نیاز ندارد، به جهت نیاز دارد و به همین دلیل است که سیر به روش هایی کار می کند که مردم هرگز انتظارش را ندارند. نه به خاطر اینکه باستانی یا مرموز یا ترند است، بلکه چون هر روش یک پیام بیولوژیکی واضح میفرستد. آرام شو، نرم شو، بازسازی کن، استراحت کن. شما به هر 4 روش نیاز ندارید، به تغییرات دراماتیک نیاز ندارید، حتی نیازی نیست کامل باشید. اکثر بیماران من با یک تغییر کوچک شروع می کنند، یک عادت ساده که چند شب تکرار می شود و بدن خودش شروع به تنظیم شدن می کند. خواب کمتر شکننده می شود، شبها به این راحتی نمی شکنند و صبحها دوباره شبیه صبح می شوند. سن شما توانایی خوابیدن را از شما نمی گیرد، فقط سیگنال های مورد نیاز برای دسترسی به آن را تغییر می دهد و آن سیگنال ها هنوز در دسترس شما هستند. ملایم، آشنا و از قبل در آشپزخانه شما موجودند. منتظر لحظه‌ای که تصمیم بگیرید به بدنتان فرصت دهید تا به خاطر بیاورد. شما اکنون دیدید که چگونه 4 روش ساده که هر کدام به دلیلی متفاوت استفاده می شوند می توانند از بخش‌هایی از خواب که پیری تمایل به تضعیف زودتر آنها دارد حمایت کنند. یکی ذهن را در ابتدای شب آرام می کند، یکی از ساعات میانی که بدن در آسیب پذیرترین حالت است محافظت می کند، دیگری ارتباط عصب و گوارش را که بی صدا خواب بسیاری از افراد مسن را مختل می کند ساکت می نماید و روش نهایی شیمی را که خواب عمیق بر پایه آن بنا شده تقویت می کند. همانطور که این مطالب را هضم می کنید به یاد داشته باشید که هدف کمال نیست، بلکه شفافیت است. درک این که چرا خواب شما می شکند به شما حس واضح تری می دهد که از کجا شروع کنید. وقتی بتوانید الگو را نام ببرید، بیداری های زودرس، تنش گوارشی، سختی در آرام شدن یا چرخه های سطحی، پیدا کردن راه حل آسان‌تر می شود. نه حدس و گمان، نه آزمون و خطا، فقط یک راه آگاهانه تر برای مواجهه با شب‌هایتان. و این همون چیزی است که من برای شما می خواهم. نه لیستی از درمان‌ها برای حفظ کردن، بلکه چارچوبی که وقتی خوابتان در آینده دوباره تغییر کرد، بتوانید به اون رجوع کنید. چون خواب در 60، 70 یا 80 سالگی ایستا نیست، تغییر می کند و هرچه بیشتر الگوهای آن را درک کنید، سازگار شدن بدون احساس ناامیدی آسان‌تر می شود. اگر هر بخشی از ویدیوی امشب برای شما آشنا بود، در کامنت ها بنویسید که قصد دارید کدام روش را امتحان کنید. پاسخهای شما به من کمک می کند در ویدیوهای بعدی موضوعات مهمتری مثل تنفس، تنظیم دما، تغذیه یا روش های آرامسازی سیستم عصبی را آموزش بدهم. همچنین اگر از نکات این ویدیو لذت بردید و برایتان مفید بود، لطفاً کامنتی با عدد 1 بگذارید. اگر نه، راحت باشید و عدد 0 را کامنت کنید. بازخورد شما برای ما بسیار ارزشمند است و به ما کمک می کند محتوای بهتری برایتان بسازیم. لایک کردن، به اشتراک گذاشتن این ویدیو با عزیزانتان و سابسکرایب کردن کانال یوتیوب ما وایت هلپ است رو برای دسترسی به محتواهای علمی و کاربردی بیشتر فراموش نکنید. ما روزانه اینجاییم تا با روش‌های ساده به شما کمک کنیم طولانی تر زندگی کنید، بهتر حرکت کنید و با اعتماد به نفس شکوفا شوید. کار شما هنوز تمام نشده است. بدن شما دارد گوش می‌دهد. حالا وقت اون است که آینده‌ای را به اون بدهید که شایسته‌اش هستید، با خوابی عمیق، آرام و بازسازی کننده و زندگی که هر روز شما را قوی‌تر، سبکتر و زنده‌تر می‌کند. از صمیم قلب سپاسگزارم که لحظه‌ای از زمان گرانبهایتان را با ما قسمت کردید و تا پایان این مسیر همراهمان بودید. هر روز بدنت را با عشق و روحت را با آگاهی تغذیه کن. سلامتی زیباترین سرمایه‌ای است که با همین انتخاب‌های کوچک و هوشمندانه ساخته می شود.
به یاد داشته باشید هدف ما فقط طول عمر بیشتر نیست. هدف تجربه یک زندگی قوی‌تر، شفاف‌تر و مستقل‌تر در تک تک روزهای عمر است. قوی بمانید، آگاه بمانید و در ویدیوی بعدی که به بررسی رازهای سلامت بیشتر برای شکوفایی در دوران میانسالی و پس از اون میپردازیم شما را میبینیم. تا دیدار بعدی مراقب خودتان باشید و به این باور داشته باشید که انتخاب‌های کوچک و مداوم هنوز هم میتوانند تفاوتی معنادار ایجاد کنند. مراقب بدن شگفت‌انگیزتان باشید، تنها یکی از اون را دارید. در ویدیوی بعدی میبینمتان و تا اون زمان بدرود.